آتلیه معماری به واسطه شرکت در مسابقات مختلف دستخطش قوی میشه. وقتی خیلی همه دار ازت تعریف میکنن اصولا مقام نمیاد. فعلا این طرحهایی که داره اول میشه یه نقاشیه، یه عکس خیلی خوبه. همون ستاره آرشیتکتایی که میگن ما قیمتمون اینه، کارفرما میاد پیش من میگه ببین این ویلا رو زده مجانی. تو 23 سال 580 تا پروژه انجام دادن باعث شده که ما سلیقه مشتریایی که توی منطقه یک دارن ساختمون سازی میکنن رو بفهمیم. آقای هادی تهرانی ایشون طراحی کابینت مخصوص خودشو کرده، صندلی مخصوص خودشو داره و یعنی میاد تو خودش خلاقیت‌های مختلف وجود میاره و این باعث میشه که از نظر فکری و از نظر هنری دیولپ پیدا کنه. نمیتونی بگی آقا ماشین بنز خوبه یا بی ام و. آقا یه سری آدما از آرم بنز خوششون میاد. وقتی یه آرشیتکت معروف میشه به علت حجم زیاد پروژه‌ای که میاد رو سره شاید نتونه تو همه پروژه‌ها اون وقت اولیه رو دیگه بذاره. خروجیشون مهمه. یعنی دلیل این که آقای فرزاد دلیری خیلی شاخص شد توی زمانی اومد که ساختمون لوکس تو شمرون ساخته نمیشد. واقعا نقشه‌های آقای دلیری و نقشه‌های دیگه تفاوت زیادی داره. این استارتاپی که شما شروع کردین در نهایت حتما برای جامعه معماری اتفاق خوبی میفته. حداقل ساختمان‌های چشم نواز بیشتری می‌بینیم. یه چالشی که داریم الان، خیلی از کارفرماها میان پیش ما بحثش، یعنی هنوز با یه دیده شک و تردید نگاه میکنه. انقدر جاهای دیگه کلاه آدما رو برداشتن چند تا موضوع رو مطرح میکنن. طرف میاد واقعا مسابقه میذاره رو سایت ما، پول میده تا روز آخری که جلسه دفاع آرشیتکت یه دونه میان دفاع میکنن، میگه من تو امروز فکر میکردم همه این طرحهای رو یه تیم همه رو میده. باورم نمیشه این همه تیم میان طرح میدن، آدمای مختلف میدن. یعنی به خودمونم یه نقدی به خودمونم هست که ما نتونستیم بهشون در واقع این موضوع رو توضیح بدیم که آقا اینجا قضیه چیه. چون یه چیز نوعیه نبوده جا انداختنش سخته. همین که خیلی وقت فکر می‌کنم آرشیتکتای ما مثلا یه سری آدمای تازه کارین، تازه میخوان تجربه کنن، سعی و خطا کنن. ما کارا رو نشون میدیم، توانمندی‌ها رو میبینن ولی باز باورشون نمیشه رو پروژه خودشون نتیجه خارق‌العاده بگن. یعنی آخرین یکی از جلساتی که یه ماه اخیر داشتم کارفرما رو گفتم خب تو جلسه دفاع معمولا دیگه حالشون خوبه و نتایج خوب گرفتن و آرشیتکت‌ها رو دیدن و بعد یعنی معمولا میخواستم بگم راضی‌ان ولی الان دارم میگم همشون راضی‌ان، رضایت بیش از حدی هم دارن. بعد اونجا من مثلا به یکی اخیراً گفتم چرا خب اصلا ما اول مبلغ مسابقت رو میبردی بالاتر، بعد گفتش که فعلا اینو دادم، باور نداشتم که این چیزایی که این حرفایی که شما رو چه کارهای دیگه نشون دادی رو پروژه منم اتفاق بیفته. میخواستم تست کنم با این مبلغ ببینم چجوری کار بعدی و مثلا پول بهتری میدم. کار بعدی هم میاره بازم. کار بعدی هم میاره. حتی واقعا الان شما داشتی میومدی ما داشتیم راجع به مبالغ صحبت میکردیم. ببین الان ما این بحث امروزمون به دو قسمت داره تقسیم میشه. یکیش در مورد مبالغ و حالا حق و زحمه خدمات، دوم در خصوص این که آیا طرح تونسته برای پروژه های شهری خلاقیتی به وجود بیاره و آیا یه اتفاق چشمگیری شده یا نه. ببین با توجه به نوپا بودن طرح نسبت به مسابقه مجله معمار یا معمار داخلی، من حسم اینه که حتی حس شخصی من اینه که با توجه به رشد خوبی که طرح داره میکنه، فارغ از حالا همه حرفایی که خارج از مجموعه به صورت غیر واقعی دارن میزنن، یه حسی مثل مسابقات فیلم، یعنی من اینجوری بگم بهتون، فقط نمیدونم حالا گرمی قبل از اسکار یا اسکار، یعنی گرمی سابقش بیشتره یا اسکار، ولی تا اونجا که من میدونم که فیلم هایی که تو گرمی میره و برنده میشه
تقریبا بین 80 تا 90% میره اسکار و جایزه میگیره. من حسم اینه که با توجه به اینکه تر تو تر شروع کرده و از یه سری حالا فارغ از شرکت ما، از شرکتایی که من میاد اونجا و طرح‌هاشون بعضا تو پروژه‌های خوب اول میشه و بچه‌های خیلی با استعداد و برجسته الان انگیزه پیدا کردن که دارن میان مسابقه شما، بخاطر اینکه به نظر من این مسابقه خیلی عدالت توش داره انجام میشه و خب تیم منتور و تیم حالا خود تر تو تر بچه‌هاش اصلا توی مسابقات چیز نیستند، دخیل نیستن که بگن که نفوذ کرده باشن و این چون زیاد برنده میشی میگی این هم شاید واقعا شما یا جایی که بازنده شدی هم معتقد دیگه عدالت رعایت شد. من توی چند تا مسابقه که من یه کلمه بدی گفتم. ببین بازنده نداریم تو طرح. نه تو طرح بازنده نداریم. یکی طرحش از بقیه بهتره یا مثلا 2-3 نفر بهترن، 2-3 نفر شاید مثلا پوینت های مثبت منفیشون کمتر. یعنی بازنده ما نداریم، در واقع مبلغ جایزه بهتون تعلق ما چالش خود بچهای ما بود که ما چهارشنبه این چالش رو داشتیم که البته خب من شما متشکرم چون که ما 2 سال پیش توی مسابقه شرکت کرده بودیم و خب خیلی امید داشتیم که یعنی به نظر خودم خیلی چالش‌های خوبی مسابقه داشت و ما همه چالش‌ها رو راه حل‌های خیلی منطقی خوبی باش در نظر گرفتیم. تو طرح کدوم مسابقه؟ اون ویلایه که میگون و اونجا به نظر من یه نقطه عطف خیلی بزرگی بین برای تر به وجود اومد و من از شما خیلی ممنونم که خب پیشنهادات رو با روی باز همیشه گوش میکنید و تا اونجا که ممکنه دارین تو این سیستم میارید. من ازتون خواهش کردم که شما باید یه منتور یه داور بیارید و بعد از اون مسابقه بودش که خب این کار انجام شد و خب دیدین که نتیجهش هم خیلی خوب بود. امروز من ازتون یه خواهش بزرگی داشتم. طرح اول مال مالک، یعنی مالک حقش با هر سلیقه‌ای که داره و مشورت هایی که از منتورهایی که یا شما معرفی میکنید یا خودش معرفی میکنه طرح اول رو برداره، ولی طرح دوم و سوم به نظر من با توجه به امروز که داریم صحبت میکنیم دفاتر معماری که دارن میان پیش شما دفاتر معماری خوبی شده، بچه‌های قوی هستن و انتظار دارن که فارغ از اینکه حالا مسابقه به چه مقامی میرسن اگر دوم شدن دلیل دوم شدنشون، اگر اصلا مقام نیاوردن دلیل مقام نیاوردنشون، حداقل توی این 2 سالی که ما در خدمتتون بودیم ما هم در کنار شما پیشرفت کردیم. این چیزی بودش که ما پریروز تو بچهای خودمون متوجه بودیم که حالا تو 1-2 تا مسابقه اخیر نتونستیم اول تا سوم بشیم، برای خود ما هم کمی چالش بود که چرا همچه اتفاقی افتاد. ولی خب ما از روز اول با همه بچه صحبت کرده بودیم که مسابقه است، مسابقه اول دوم سومیش یه بحثه و اینکه خب دست خطتون قوی تر میشه، با اتفاقات بهتری میفته و ما خب به واسطه این مسابقات شما خیلی سیستم آتلیه‌مون در حال حاضر تقویت شد و ما اینو همیشه از شما متشکر هستیم. ولی حالا میگم الان فعلا بیشتر من فنی پروژه فنی تکنیکالش مهمه. به امید خدا اگر یه سری کارفرماهایی که الان من جدیداً میبینم دارن میان و انگیزه پیدا کردن، البته نگه داشتن این کارفرماها خیلی سخته، چه از طرف شما چه از طرف شرکت‌های طراح که میان و اول میشن و میخوان باشون کار کنن، چون اینا سلایق و حساسیت‌های وحشتناک خودشونو دارن. خب پروژه هاشونو تو منطقه یک توی چه میدونم فرمانیه است، فرشته است، حالا فرشته که نداشتیم تا حالا ولی بیشتر تو زمان توی
تو الهیه داشتیم یه حدیث بود ولی جدید چند تا الهیه زیاد داشتیم. ولی خب حالا به هر حال اینا چون تو منطقه یک دارن کار میکنن حساسیت‌های خاص خودشونو دارن. اگر این پروژه ها به نظر من با توجه به این اتفاقاتی که داره میفته بره بالا و ساخته بشه و حالا توی مسابقات مختلف مثل مسابقه مجله معمار، مسابقه معماری داخلی، اینا بتونن مقام بیارن، در نهایت اون کسی که برنده است طرح تو طرحه و چه شکل و کیا برنده میشن؟ اون کسایی که دارن با طرح تو طرح همکاری میکنن. به نظر من این استارتاپی که شما شروع کردین در نهایت اگر به امید خدا بتونید نگرش دارین و ما مثلا یه دوره 10 ساله ببینیم، حتما برای جامعه معماری حالا ایران که حالا یه بحث دیگهش، ولی تهران و مخصوصا تو شمران که الان شما بیشتر این کار رو دارین، حتما اتفاق خوبی میفته و حداقل ساختمان‌های چشم نواز بیشتری میبینیم از آرشیتکت‌های گمنام‌تری که حالا تو منطقه زیاد شناخته شدن نیستن. و بهترین کاری که شما کردین اینه که حالا آرشیتکت‌ها و دفاتر آتلیه دارن میان کار میکنن باهاتون که معروف نیستن ولی خب دوست دارن، قابلیت اینو دارن که به چشم بیان و بقیه ببیننشون. من الان جواب سوالم نگرفتم. یه سری در واقع سازنده ها هستن تو شمرون میاد کاتالوگ ما رو میبینه، توضیحاتمون میبینه، تعداد زیادی کار بوده، نتایج همشون به نظر من نتایج خیلی خوبی بوده. خودشون هم اذعان میکنن که پروژه های مثلا اخیر رو میبینن میگن کارهای خیلی خوبیه. بعد ته دلش میگن چرا مثلا میرم فلان دفتر مثلا 5 میلیارد من میگیره، شما داری مثلا 6 تا طرح من میگیری 6 تا طرح 500 میلیون میگیری، یه کاسه اینجا زیر نیم کاسه. یا آدم‌ها آرشیتکت کار بلد نیستن. نه واقعیتش اینه که من باید یه دفاع بکنم از آتلیه‌های خوب و شرکت‌های معماری خوب. الان نرخ چیه؟ ببین نرخ و بحث نرخیه بحثیه. بحث دومی که خیلی وجود داره اینه که فعلا حالا چه شما خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، این طرح‌هایی که داره اول میشه یه نقاشیه، یه عکس خیلی خوبه با قابلیت اجراییش تا حدود 70 تا 75%. خب ببخش من اینجا حرفتو کامل کنم. ذات معماری اینه. درست. ذات معماری یه فاز 0 داره، یه فاز 1 داره. فاز 1 تا بخواد بشه اجرایی دقیقا فاز 1 که 70-80% اجرایی بشه فاز 1 موفقه. یعنی این تا بخواد بره در واقع اجرایی بشود و این داستانا یه پروسه هم زمانی طولانی هم خط کشیدنی زمان برداره که این تبدیل به نقشه اجرایی بشود. بعد تازه اون نقشه اجرایی یه مجری قوی میخواد که تبدیل به ساختمون قوی بشه. فارغ از این که مجری قوی میخواد، معمار با تجربه میخواد. یعنی ببینید یکی از بزرگترین و واقعا مشخص ترین موضوعاتی که توی کار آرشیتکتی و کار معماری، اساس کار ساختمون وجود داره اینه که اون برای همین از قدیم معمارها خیلی رو بورس بودن، شاید مثلا تحصیل کرده هم نبودن، ولی به واسطه تجربه فراوانشون و چالش‌هایی که توی زمان مختلف تو پروژه مختلفشون پیش میومد و راه حل برشون به وجود اومده، اینا چی شدن؟ تونستن که کارهای خاص بکنن. ببین شرکت‌های خوبی که الان دارن تو تهران کار میکنن به واسطه کارهای مختلفی که اومده توشون و تونستن فاز 2 بکنن. ببین فاز 2 و فاز 3 کردن واقعا یه چالش بزرگه و یه کار خیلی تخصصیه و هزینه بر، خیلی هزینه بر. یعنی اینکه مثلا درسته الان کارفرماها میان با 1/3 قیمت یک شرکت خیلی، یعنی شرکت های تاپ، اصلا شرکت، یعنی اون اصلا نرخی که میشه یه کار خوب انجام داد الان دارن فقط نما میگیرن، فقط پلان میگیرن، ولی
اون ایده‌ای که این کار رو رسونده به پلان یا به نما رسونده، این باید راه حل اجرایی و منطقی داشته باشه. ما الان توی آخرین مسابقه‌ای که شرکت کردیم، یکی از دلایل این که کارفرما ما رو جزو حالا طراح انتخاب کرد فقط به خاطر تجربه اجراییمون بود، چون برای خودش یه سری چالش‌ها داره، دو کارش سه چالش‌های بزرگ و عدیده وجود داره که میگه چون شما 23 یعنی حالا فرق از اینکه 50 سال این شرکت داره کار میکنه، 23 سال و 24 سال ما تجربه ساخت و ساز داریم و خب ما مثلا 33 تا ساختمون ساختیم، در کنارش 580 تا پروژه از دستور نشده تا پایان کارش بوده، با چالش‌های مختلفی که در این مدت عجین بودیم باعث شده که بتونیم مشکلات و معایب ساختمون رو نه کامل حل کنیم ولی شاید راه حل‌های منطقی باش داشته باشیم. ببینید الان کارفرماها دارن میان پیش شما، طرحی خیلی خوب میگیرند، همه راضی‌ام، مخصوصا تو مسابقات جدیدتون، ولی متاسفانه من میتونم بگم 50 تا 55% از مسابقات که داره اول میشه فقط فعلا امروز که داریم ما صحبت میکنیم یه عکسه و این حالا چه اتفاقاتی میفته و آیا اون شرکتی که داره این طرح میده آیا از پس این برمیاد که و این چالشات میتونه قبول کنه؟ چون ببینید خودتو بهتر میدونی، خود شهرداری خودش داستانه، این نقشه ها فاز 1 و معماریه، نه سازه اومده روش. فاز صفری که حالا چون نمادار میشه فاز یه مقداری فاز اجرایی بشه. شما هنوز سازه هاتون در نیومده، نقشه اجرایی میشه فاز 2 دیگه. ما هنوز فاز 1 چون بره شهرداری اصلا فرق 1 و 2 ببین، فرق 1 و 2 همینجاست دیگه. 1 توش سازه برق مکانیک لحاظ نشده، نقش شهرداری هم که اصولا معمولا اینجوریه که معمولا تو حالا کارهایی که ما خلاف دارن تقریبا یه نقشه ما میدیم شهرداری که اصلا کلا متفاوته، یه چیز دیگه میره اجرایی که اون شهرداری از این اقتباس شده. حالا من اینو میخوام بگم، ببین الان موضوع اینه، ببین ما تو مسابقات باز عمومیمون این موضوعی که تو میگی من وارد تا حدی وارد میدونم، برای اینکه مثلا 50 تا طرح میومد از مثلا کسی که تجربه کاریش 2 ساله 1 ساله تا آدمی که تجربه کاریش 30 ساله. خب ولی تو مسابقه محدودمون الان اتوماتیک یه فیلتراسیونی شده، یعنی شما نتیجه الان شرکت کننده مسابقه محدود رو اگه ببینی کسایی هستن که حداقل 10 سال خاک کارو خوردن، با تجربه 2 تا ساختمون یا خودشون اجرا کردن یا 0 تا 100 تو اجراش بودن. الان تیمایی که دارن میان تو مسابقه محدودمون اکثرا اینجوریان، 90% اینجوریان و ما ببین کارفرما میخواد ازشون، یعنی وقتی نقشه رو میدن فاز 1 میدن، مثلا فرض کن تو نمای دالی داده یا مثلا سقف با ضخامت کمی داده یا رو ستون گذاری‌های پیشنهاد داده، کارفرما میگه این مثلا به نظر من با در واقع واقعیت و اون چیزی که اجرا میشه متفاوته، نظرت چیه؟ چیکارش میکنیم؟ اونجاست که با هم گفتگو میکنن، تو جلسات دفاعمون گفتگو رو داریم. من اتفاقا همین رو میخوام بگم، ببین الان این موضوعی که داری میگی کارفرما نسبت به طرح تو هم همین حرفو میزنه. بله یعنی میبینه میگه آقا این کار توسعه پایدار مثلا به نظر من نقاشیه، خب قطعا همه فاز 1 قطعا اجرایی نیست، 70-80% به اجرا نزدیکه. بنابراین ما قطعا 12,000 تا آرشیتکت داریم که همشون توانمندی فاز 2 دیتیلینگ و اینا که ندارن، که شاید 10%شون شاید 20%شون باشن. حالا یه سری از اینا اکتیون رو یه سری هم الان دارن ما رو ترک میکنن، رصد میکنن، دارن میبینن، حالا شاید مسابقات جدیدی بیاد براشون جذاب باشه و بیان. من الان اینو میخوام بگم، اتفاقا همینو میخوام بگم، ببین این که طرح میاد بین 6 نفر مسابقه میذاره، 6 تا طرح خوب میده که همش هم فاز 1،
دلیل بر این نیست که مثلا این تیم‌ها اومدن کار بلد نیستن. نه من اصلا نگفتم، جسارت نکردم که کار بلد نیستم. گفتم که ببین ما داریم بکنه خودش هم جز بشه. ببین قیمتی ما صحبت قیمت کردیم. قیمت فاز 1 شما دارین میدین. نه قیمت فاز 2 دارین، نه قیمت فاز 3. الان اگر شما فاز 2 که جدیداً به مسابقاتتون اضافه کردید یه ماه و فاز 3 که بیاد تو مسابقات، من به نظرم قیمت‌ها به قیمت‌های آتلیه‌های خوب نزدیک میشه. چون که واقعا ببین الان فعلا شما دارین رو یعنی کار درستی هم هست دیگه. اول فاز 1 و فاز 0 مهمه، یعنی ایده پروژه. بعد فاز 2 که میخواد بشه داریم درست میگه یا تجربه آدم، اون تجربه است. این دیگه حالا کارفرماست که باید ببینه از اون 6 تا شرکتی که حالا انتخاب کرده کدوم یکیشون میتونه فاز 2 بهتری بهش بده. این نکته‌ای که من از شما گفتی اتفاقا من الان بهش فکر کردم، شاید ما برگزار کننده مسابقه معماری نباید بذاریم اسم خودمونو، ما باید بذاریم به نوعی داریم یک آپشنی به سازنده ها میدیم که طرح اولیه رو از چند دفتر داشته باشن و مشاور خودشون انتخاب کنن. یعنی در مسابقه محدودمون انتخاب آرشیتکت بیشتر. تجربه شما، تجربه اون 7 تیمی که میاد دعوت میشه وقتی باشون میشینه صحبت میکنه، من فکر میکنم صرفا این نیستش که حالا این پلانش بهتر بود یا نماش نگاه میکنم ببینم من توی اجرا، تو فاز 2، تو بقیه کارا با کدومشون بهتر میتونم کار کنم. 40% تصمیم گیری تو مسابقه محدود اینه که من با کی میتونم ادامه بدم. اتفاقا تو مسابقه حدیث دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ حدیث کذایی نه چرا خب دقیقاً تو حدیث 2 مال محدود نبود. میدونم تیم داوری گفتن که اصولا اینجوریه، ما تجربه 25-6 تا مسابقه این که وقتی خیلی همه داور ازت تعریف میکنن اصولا مقام نمیاد. تمام میشه، یعنی تو دیگه تمام شد. من بعد میگم مسابقه بعدی اصلا بیخودی نباید وقت بذاری. اومدن همه به و اینا، آخرین داور برگشت گفتش که این پله‌ای که از زیر زمین اومده بالا چه اتفاق افتاده؟ این نما به نظر من عکسه. من بهش گفتم که عین همین مشکل و چالش رو ما توی یکی از پروژه اجراییمون جز همون 33 تا اجرا کردیم و دقیقاً 2 تا پله اومده بود تو همکف و ما تونستیم این 2 تا رو با هم جمع جور کنیم با همین مدل نما. و چون حالا فکر کنم ایشون متوجه نشد که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، چون خیلی هم خیلی به چالش کشیدیم. ولی در نهایت گفتم که دیگه حالا بیشتر از این توی این جلسه نباید ما توضیح بدیم و بهترینه که من برای شما یه تیکت بزنم و خب تمام پروژه‌اش انجام. کار حدیث شما رو دیدم، من چون برای من مهمه که مثلا یه تیم خوبمون چرا مثلا حذف شده یا مثلا نیومده بالا و اینا. 2 تا مسئله داشت. یکی پارک مزاحماش تعدادش زیاد بود، یعنی نسبت به بقیه تعداد مزاحماش بالا بود. دوم این که حال خصوصی واحد جنوبی به هیچ وجه نور نداشت، یعنی فضای کاملا بسته بود. اگه طرح دیگر مقایسه کنی این 2 تا برتری رو داشتن. حالا شاید نمایشون مثلا یه ذره باز با سلیقه بعضیاشون ضعیف‌تر از نمای شما بود، ولی تو پلان این 2 تا موضوع بود. من در جریان کارتون هستم. حالا به نظر من کیس بررسی نکنم. آره من الان می‌خواستم این نکته رو بگم توی صحبتامون. گفتم ما یه جوری کمک می‌کنیم به انتخاب طراح برای کارفرما. سعیمونه که مسابقه محدود، بعد خدمتتون که فاز 2 پیش بینی شده باشه. و یه نکته‌ای که حالا تو مسابقه جدیدمون این کارو داریم انجام میدیم اینه که اینکه شما دوم میشید مهمترین بخشش اینه که اون حق و زحمه نمیرسه، کم میشه، یا نه رتبه، یا هر دوتاش. چون تو این مسابقه جدیده ما تقریبا داریم لایف کاستی که میدیم به شرکت کننده های مسابقه محدود رو میبریم بالا، جایزه مسابقه رو کم میکنیم. یا اصلا شاید نه جدید هم نیومده. مسابقه جردن 5 نفر شرکت کننده است، کل جایزه 300 میلیون، 5 نفر 45 میلیون لایف کاست میگیرن.
بعد نفر اول فکر کنم مثلا 60 تومن اضافه تر میگیره، نفر دوم 30 میلیون اضافه تر، نفر اول باز کردیت قرارداد فاز 2 دیولپ به مبلغ 400 میلیون. حالا فرض کنید که اصلا این 70 تومن 30 تومن رو هم ندیم، یعنی همه مثل هم یه پولی بگیرن، 5 تا دفتر اومدن، جایزه تیم برنده اینه که میره برای اجرا. اونجا دیگه فکر میکنم این ناراحتی به وجود نیاد که چرا 2 شدم یا چرا 3 شدم، چون واقعیت قضیه انتخابش یک مشاوره، ممکنه 50-60% 70%ش به خاطر طرحشه، یه 30-40% هم خب رزومه اون شرکته، رزومه و اخلاقته. آره یعنی مثلا طرف میخواد یه آرشیتکت انتخاب کنه، باهاش 3 سال 2 سال کار داره، خب میگه خب من با این میتونم کنار بیام، با این میتونم راه بیام، با این میتونم تعامل کنم، درسته. میخوام ادیت کنم، با من چه برخوردی میکنه، چه رفتاری میکنه. یعنی الان تو این مدل مسابقه جدیدامون انتخاب من فکر میکنم 30-40% بر اساس روحیات و خلقیات و لوجستیک دفترته، خب 50-60% بر اساس طرح. من فقط ببخشید یه صحبتم که قطع شد داشتم میگفتم که یه دی میان میگن مثلا شما که انقدر طرحتون خوبه 5 نفرم دارن کار میکنن چرا انقدر ارزونی؟ خب و احتمالا این آدمای توانمندی نیستن. حالا پاسخی که خود من دارم با به این آدما اینه که بابا این دون پاشیدن این آرشیتکتاست، یعنی مارکتینگشونه. اگه آرشیتکتای ما دارن میان با یه مبلغ مثلا کمتر از بعضی از دفترها کار میکنن، دلیل بر کم توانیشون یا مثلا عدم مهارتشون نیست، داره مارکتینگ میکنه، من یه سوال شما رو جذب میکنه. شما شده واسه یه پروژه‌ای مثلا یه کانسپت اولیه مجانی بزنین که الان نه دیگه، الان یه سال 2 سال خیلی کم میشه، ولی آشنا باشید. خودش فکر کنم تاثیر تر بوده. نه از قبلم یه مدتی بین چیز. من اصلا میخوام یه چیزی بگم. ببین توی بحث خدمات جایگاه آدم خیلی اهمیت داره. من ممکن موقعی که دارم تازه شروع میکنم به کار، دارم وارد یه بازاری میشم، نه تجربه‌ای دارم نه پروژه‌ای دارم، ممکن این کارو بکنم. بله. کما اینکه میدونیم الان تو کشورمون به وفور طرح مجانی میدن که حالا شاید یکیش ساخته بشه. پروژه‌ای که تو چیز رفتی تو حالا میگم رفتی چند، یعنی وقتی شما به یه جایگاهی رسیدی، به یه پوزیشنی رسیدی، دفترت کار داره دیگه، این کارو نمی‌کنی. نه الزاما الان دفاتر ببین اتفاقا رسول من یه لحظه بگم یا کمتر رسول جان وایسا یه لحظه، من ستاره آرشیتکتور دیدم طرح مجانی ببین اتفاقا من دارم میگم ویترین آدما رو نگاه نکن، همون ستاره آرشیتکتایی که میگن ما قیمتمون اینه، کارفرما میاد پیش من میگه ببین این ویلا رو زده مجانی، گفته تو رفیق. حالا فارغ از مجانی غیر مجانی بودن یا ببخش میگه که مثلا میگم نرخا، نه بابا به شما میگن این نرخا رو، با من 1/5 بسته، با من 1/4 بسته. ما خیلی من تو قیمت ها و اینا امروز میخوام صحبت کنم، ولی خب اون چیزی که خیلی مهمه این که یه آتلیه معماری، تجربه 23-4 سال منه، به واسطه شرکت در مسابقات مختلف دستخطش قوی میشه. یعنی بعضا مثلا شما الان آرشیتکتای خیلی قوی دنیا رو ببینید، میبینید که اینا دیزاین های مختلف کردن. مثلا حالا چون بسیار آرشیتکت برجسته هستش آقای هادی تهرانی، ایشون طراحی کابینت مخصوص خودشو کرده، طراحی یه میز کار مخصوص خودشو داره که تمام صندلی مخصوص خودشو داره و دستگیره در. ببین پس چی؟ یعنی میاد تو خودش خلاقیت های مختلف وجود میاره و این باعث میشه که حالا از نظر فکری و از نظر هنری دیولپ پیدا کنه و کارهای مختلف کنه. یه شرکت، یه آتلیه، یه معماری خوب باید به نظر من تو مسابقات شرکت کنه، فارغ از حالا هزینه و حالا منی. مسئله دوم باید براش پولی و مالی باشه. اول باید علمش رو قوی کنه، اول باید پیشرفت کنه. تا پیشرفت فکری و ذهنی نداشته باشه نمیتونه بیاد تو مسابقات، نمیتونه بیاد کار خوب بگیره. من به نظرم حالا
هر کس دلایل خودشو داره. یکی از دلایلی که ما توی مسابقات تر عموما جایزه گرفتیم و الان به عنوان شرکت اول سالیانه هستیم به خاطر پروژه‌های مختلفی بودش که توی این همه سال انجام دادیم. تو 23 سال 580 تا پروژه انجام دادن باعث شده که ما سلیقه مشتریایی که توی منطقه 1 دارن ساختمون سازی میکنن رو بفهمیم. اگه شما این مسابقه تو مناطق دیگه گذاشته بودین شاید ما اصلا نمیتونستیم رقابت کنیم، چون واقعا هر منطقه برای خودش یه سری آدما و یه سری کلاس خاص خودشون میان و شرکت میکنن. ولی توی منطقه 1 بعد از 580 تا مسابقه پلاس 34-5 تا که با شما چند تا 23 تا 2 سال پیش 508. حالا این تعداد مسابقه، این تعداد کار مختلف، پروژه مختلف باعث شده که ما دست خطمون خوب بشه. به خاطر اون زد و بنده بین ما و شما که نیست. نه بعد یکی دلایلی که خداییش بگم، مثلا از من خیلی میپرسن، ما به واسطه خب قدیمی بودن شرکتمون همینطور تو جای مختلف از من میپرسن که خب تر هم میرین ها، چرا در این تر میرین، چرا مثلا فلان کار نمیکنین. یا هیئت مدیره از من وقتی سوالاتی در این خصوص میپرسه. من تمام دوستان و کارفرماهامو سوق میدم که این کار رو انجام بدن. حتی من تو یه نشستم که بود گفتم که آقا من اگر بخوام سرمایه‌گذاری کنم خودم این مسابقه محدود تو سیستم شما برگزار میکنم. یکی این که ببین به واسطه تجربه محمد توی بحث نقشه‌های معماری و قوانین شهرسازی، حداقل نقشه‌هایی که داره از به عنوان قبول میشه، یعنی میاد که مثلا میگه خب بیاین تو دفاعیه، من دیدم بین 80 تا 90 درصدش قوانین شهرداری، قوانین ببین سلیقه و اینا یه جای، قوانین شهرداری و آتش نشانی تا 90 درصد توش حل شده است. و این خب خیلی پوان مهمیه که حداقل اون کسی که برگزار کننده این مسابقه است خودش روی نقشه هایی که داره میاد اونجا اشراف داره و این خب خیلی مهمه دیگه. یعنی نمیاد یه نقشه انتخاب کنم بعد دوز اصلا این نقشه قابل اجرا نبود. و اگه من میگم که مثلا نقاشی نماها یا اینکه من نمیگم قابل اجرا نداره، شما یه طرح خیلی خوبم برمی‌داری از 2 تا سایت معروف میگه آقا اینی برای من کار کن، اونم نقاشی میشه. ولی میگم که آقا یه آدم میاد روی نقاش مثلا روی یه دونه ساختمانی یه طرح میذاره، یه دونه نما میذاره، این دستمزد تقریبا شما اگه شرکت‌های معروف هم بگین همین حدود در میاد. ولی اون فاز 2 و فاز 3 که میاد روی این نقاشی رو میخواد بیاد اجرا کنه است که گرونه، چون اون واقعا کار میبره. اون اینطوری نیستش که مثلا بتونه مثلا هر کسی بتونه این نما رو فاز 2 کنه، فاز 2 و فاز اجرایی کنه. حالا یه سوالی من داشتم طبق گفته‌ای که گفتی، ما از اینجا ما سوال می‌پرسیم اگه قیمتو ببرید بالا کارفرماها قبول میکنن یا نه؟ ببین ما الان اولا اینکه یه افزایش نرخ سالیانه تورمی که مثل همه کالاهای دیگه داریم. ببین مسابقه محدودامونو ببین دقیقا مثل این میمونه که الان من کارفرما میاد میگم من مثل سایت ارجاع هتلم، مثل booking.com هم، تو دنبال 5 ستاره ای پول خوب بده، من بهترین 5 ستاره رو بهت معرفی میکنم، پولت اندازه 3 ستاره است بیا بازم بهترین 3 ستاره رو بهت معرفی میکنم. یعنی هر کسی اندازه بودجه خودش بهترین آرشیتکتی که در واقع تو اون رنج بودجه است و در واقع بهش ارجاع بدم. حالا تو مسابقه محدودات ما اولا داریم مبلغ جایزه ها رو بالا میبریم. خب حالا یه تستی هم داریم میگیریم که لایف کاستش رو بیشتر کنیم، مثلا جایزه نفر اول شاید یکم کم کنیم. به اضافه این که وقتی میبینیم طرف تو شمرون داره کار میکنه نقش فاز 2 میخواد، قطعا میره دنبال فاز 2 و این داستانا، از همون اول مبلغ فاز 2 هم باش میبندیم، میگیم آقا متری فلان قد، که هم اون نگران نباشه که اگه آرشیتکت هم برنده شد یهو یه قیمت فضایی نده،
هم شما آرشیتکت خیالت جمع باشه که اگه برنده شدی اون نیاد یه قیمت خیلی پایین نده، قیمت رو با هم بستیم، شیوه پرداخت رو تقریبا بستیم، شرح خدمات رو بستیم، بعد از قرارداد 80% قرارداد فاز 2 تون معلومه چیه، 20% هم با هم میشین نگوشییت میکنید، منجر به یه قرارداد مکتوبی میشه. یعنی شما اولا اینکه مبلغ رو نبردیم خیلی بالا، مبلغ رو یه درصدی بردیم بالا، شرح خدمات رو بیشتر کردیم، عایدی آرشیتکت بیشتر شده، کارفرما داره همون پولی میده که به سری دفاتر میده. تا حدودی هم تو بحث فاز 2 اجرا خودمون رو یه جوری نظارت میکنیم به کار دو طرف. الان یه پروژه جدیدی که میره تو فاز 2 بحث نظارت میره، به نوعی درگیر میکنیم با دو طرف. چون یه پروژه‌ای داشتیم که بعد از یه سال فهمیدیم این رابطه بین کارفرما و معمار از هم در واقع پاشید و اینا دیگه با هم همکاری نکردن. خیلی از این مسائل پیش میاد در کارهای ساختمانی و دلایل جزئی ممکنه داشته باشه که یکی داره مثلا به معمار فشار میاره، هی میگه این طرح رو بزن اون طرح رو بزن، با همون قرارداد. یه جایی هم که آرشیتکت‌ها کوتاهی ممکنه بکنن، یه نفر اینجا اگر یه شخصی ثالث تا حدودی نظارت داشته باشه کمک میکنه که این تا تهش ادامه پیدا کنه. بعد یه توضیح دیگه میخوام بدم. ببین ما الان آرشیتکت درجه 1 مون تو سایت زیاد، یعنی ما اگه مثلا ستاره آرشیتکت‌ها رو بذاریم توی یک کاتگوری جدا، از ستاره آرشیتکت‌ها یه لول پایین‌تر ما تو سایتمون خیلی زیاد داریم و اینا رو ما باید چیکار کنیم؟ به کارفرما شو کنیم که آقا میای اینجا ما آرشیتکت‌ها قوی داریم، توانمندن، با تجربه، پول خوب بده، من از اینا دعوت میکنم، اینا میان شرکت میکنن تو مسابقات. کارت جای ضعیفه تو شهرستان، آره منم درک میکنم، جایی که آپارتمان متری 70 میلیون متری 60 میلیونه، طرف نمیتونه بیاد مثلا 1 میلیارد پول معماری بده، اونجا باید مثلا یه پول فاز 1 بده و یه ذره این درکه، ببخشید من نسبت صحبت میاد، یه ذره این درکه باید فکر کنه. الان مثلا نکسا داره همین کارو میکنه دیگه، برای تمام پروژه‌هاش بهترین آرشیتکت‌ها رو دعوت میکنه، یه مسابقه میذاره. خب ولی چند تا سازنده ما داریم که اون هزینه‌ای که نکسا میده رو حاضرن بدن، حتی با این وجود میدونن این کار خیلی روی تبلیغاتشون. الان من همین رو می‌خواستم بگم این پلنی که شما برای مسابقات محدود می‌خواید بذارید خیلی خوبه. یعنی اون لایف کاست، اون مثلا قیمتی که هست برای مسابقه تقسیم کنید بین 6 نفر، جایزه‌ای نباشه. بعد برای ادیتش یا فاز 2 کارفرما با هر کدوم که خواست جداگونه بره. این فکر کنم خیلی آپشنه. آره. فقط یه چالش دارم. شما میگه خوبه، بعد میگیم که نه این چیزی که مثلا شما نفر اول مثلا حالا یه مثلا 50% اون مبلغ رو بذارید، قبل اینکه مهندسم بیاد داشتم میگفتم مثلا خیلی از کارفرما میان میبینن میگن که چرا این پروژه به این عظمت مثلا با 100 تومن جمع کردی، پروژه ما هم پس 100 تومنه. این یه آره برای ما یه چالش هم داریم ما که اگه کلا جایزه رو بذاریم برای لایف کاست نفر اول قرار فاز 2 ببنده، خیلی وقتا پروژه ها بعد از اینکه فایز 1 میگن 30-40% پروژه ها تو سطح تهران، تو سطح ایران اصلا بعد از معماری فیل میشن، شراکتشون به هم میخوره، توجیه اقتصادیش به هم میخوره، تو جواز گرفتنش به یک گیری میخورن که مسئله پیش میاد. بنابراین جایزه رو نباید حذف کنیم، جایزه باید باشه، لایف کاست پررنگ‌تر بشه، جایزه یه ذره کم رنگ‌تر بشه، جایزه اصلی نفر اول در واقع اون قرارداد فاز 2 دیتیلی. البته این صحبتایی که داریم میکنیم به ما همش داریم سعی خطا میگیریم، الان با یه تیم داریم مشورت میکنیم. ببین ما الان همش داریم میگیم مسابقه محدود، همین الان که دارم حرف میزنم یه تیمی هست که هی میاد به ما میگه چرا مسابقه محدود میذاری، مسابقه باز بزن، چون تو اون مسابقه نتایج بهتری داره میگیره. خب بنابراین این صحبتایی که میکنیم ما باید با دوستان مختلف مثل شما مشورت کنیم و حالا یه سعی خطا هم میکنیم بهترینش ببریم جلو. برای اونی که اون مدلی کار میکنه یه مسابقه‌مون رو کیفیتش ببریم بالاتر، برای شمایی که دنبال کار اجرایی کردن و فاز 2 و این داستانا هستی هم یه جوری اون کیفیت رو ببریم بالاتر. ولی در کل به نظر من اون چیزی که
اتفاق خوبی که داره میفته، کسی که برای پروژهش این ارزش رو قائل شده که بیاد 5 تا 6 تا کار، حالا چه مسابقه محدود چه مسابقه بازتون، بالاخره 6 7 تا میان فینال میان و خب 6 7 تا ایده خیلی خوب داره میاد تو هر کاری. خب حالا به سلیقه کارفرمایی که چه انتخاب میکنه، ولی در نهایت اون کسی که برنده هست صاحب کاره. چون بعد از یه مدتی من مطمئنم همجوری که تو پروژه خودت انجام شد و خب خودت اصلا فکر نمی‌کردی که توی، یعنی حالا شاید خودت فکر می‌کردی ولی توی بیزینس ساختمون کسی فکر نمی‌کرد که توی یه کوچه زمین پشت قواره‌ای بشه یه همچه اعداد ارقامی فروخت. خب خیلی نه لوکیشن خیلی خوبی بود ولی به واسطه این بودش که شما پایه‌گذار تر بودی و تونستی از اون مزیت تر یه آرشیتکت خوب انتخاب کنی، بیای اونجا رو کار کنی و بهش بها دادی به اون آرشیتکت. خودت هم یه خب بالاخره ساختمون سازی داری میکنی و داری موضوعات چالشاشو میدونی و در نهایت مثل یک شرکت، مثل یه شرکت فوق‌العاده خوبه از این بچه‌های آتلیه‌های معماری گذاشتی رو کارت و خب با قیمت خوب فروختی. به نظر من اگر همین سیستم ادامه پیدا کنه در نهایت میگن که خب باشه اون مسابقه این ساختمون تر تو شرکت کرده، آرم تر، پس مثلا 10 میلیون گرونتر میتونیم بفروشیم. یعنی بهترین گزینه معماری اومده اجرا شد. بهترین گزینه معماری به شرطی که یه سری از شاخص‌ها هم برای شما تو سیستم باشه، هم اونا هم پایبند باشن. ببین زمانی میتونید شما یه پروژه خوب ببرین جلو و آرمتون اونجا باشه که فاز 2 و فاز 3 هم باشه، بتونه تحت لایسنس شما باشه و شما به عنوان یک گروه رو سیستم نظارت داشته باشید. خیلی خوب بودین فکری که الان گفتی. یعنی ما به کارفرمای یک مثلا فرض کنید نشانی میدیم، یک مثلا پلاکی میدیم، اگر این چند تا ضابطه‌ای که ما میذاریم رو رعایت. خب ببین الان به مردم، من الان توی 1 ماه گذشته یه اتفاق افتاده و توی این بازار کساد شاید 2 ماه گذشته، فکر کنم 1 ماه بیشتر شد، یه واحد خیلی، یعنی فقط جاش خیلی لوکیشنش خوب بود ولی آپارتمان حدود متری 900 میلیون تومان، 570 میلیون آپارتمان خریداری شد، یعنی جابجا شد. آرشیتکتش اصلا آرشیتکت نداشت ولی فوق العاده نقشه داخلی قشنگی داشت، بسیار اجرای قوی داشت و بسیار با سلیقه ساخته شد. کجا بوده 900 میلیون؟ حالا ولش کن. ولی میخوام اینو بهتون بگم، این دلیل اصلی که همچین اتفاق افتاد نه به خاطر این بودش که این آرشیتکت قوی داره، نه به خاطر، یعنی اون آرشیتکت شاید مثلا تاثیرگذار باشه توی این موضوع، ولی اجرای فوق العاده خوب و با سلیقه. البته خب واقعا همه چیش برنده، مثلا تمام شیرالاتش هم فکر کنم ویلوریان باخ بود، به غیر از اینکه سرویس بهداشتی و تمام بهترین اپلاینس استفاده کرد. ولی مثلا اون چیزی که باعث شد این ساختمون خیلی بولد بشه تو الان که واقعا آپارتمان میدونیم واقعا ما تو رکودیم فروش بره، به نظر من فاز، یعنی نقشه های اولیه که اومده بود خیلی خوب اجرا شد. اینا با یه آرشیتکت خوبی صحبت کردیم ولی حالا به دلایل مختلفی نتونستن با هم کنار بیان، چون اون آرشیتکت یک دکوراسیون داخلی فوق العاده خوبی بود ولی نقشه های فاز 1 و فکر کنم فاز 1 فقط داخلی رو ازش گرفته بودند و 90% همونا رو اجرا کرده بودند. ببین اون چیزی که خیلی مهمه، فارغ از این که حالا واقعا یه نقاشی ازش گرفت، من که میگم نقاشی از یارو گرفت ولی انقدر خودش آدم قوی بود و خلاق بود و یه تیم فوق العاده خوب معماری داخلی گذاشت با فاز 2 که تونست فوق العاده خوب اجرا کنه با کیفیت، با متریال خیلی خوب
از حتی فکر کنم ماشین ظرفشوییش و ماشین یعنی اپلینساش هم فکر کنم میله بود ولی تونست 900 تومن بفروشه. یه سوال دارم، یعنی 2 تا سوال دارم. یکی این که ما وقتی میخوایم آپارتمان رو خوب بفروشیم حالا یا با قیمت بهتر یا سریع‌تر بفروشیم یه سری پارامتر موثره. یکیش اسم آرشیتکت، میخوام ببینم چقدر تاثیر داره الان این سهمش تو شمرون. دوم متریاله. ببین الان مثلا تو خود شمرون خیلی جا وسعش نمیرسه مثلا بره در واقع تجهیزات ویلیامینباخ بذاره. خب و سوم بحث اینه در واقع هارمونی و در واقع اصول معماری و زیبایی کار و در واقع زیر ساخت هاست. ببین به نظر سهم اینا چقدر؟ ببین من با توجه به ارادتی که به همه مهندس و آرشیتکت‌های خوبی دارم و خب واقعا خب بعضیاشون خیلی تو هر پروژه میان و یه سری خلاقیت‌های خاصی میکنن ولی وقتی یه مثلا وقتی یه آرشیتکت معروف میشه به علت حجم زیاد پروژه‌ای که میاد دو سرش شاید نتونه تو همه پروژه ها اون وقت اولیه رو دیگه بذاره. پس نه اینکه آرشیتکت مهم نباشه، آرشیتکت مهمه ولی اون چیزی که به نظر من الان با توجه به فروشی که داره اتفاق میفته فارغ از آرشیتکت، یعنی این اتفاقی که الان افتاد توی بیزینس شمرون تو مارکتینگ، نقشه خوب، نقشه که جا افتاده باشه، یعنی مثلا قشنگ فضاهاش همه داره نورگیری کامل داشته باشه و اصول و استاندارد معماری توش رعایت شده باشه. یعنی منظورت اینه که فارغ از اسم آرشیتکت خروجی آرشیتکت مهمه، خروجیشون مهمه. یعنی اینجوری نیست که الان مثلا مشتری میاد دم آپارتمان بگیم اینو آرشیتکتش فلانیه یارو بگه بیا پول. من فکر میکنم که به نظر آرشیتکت هر ستایی که گفتید به نظرم مهمه، چون که آرشیتکت خوب متریال خوبم استفاده میکنه، هیچ وقت نمیاد یه متریال بد استفاده کنه و زیبایی هم براش مهمه. در واقع هر ستای اینا رو هم دیگه ولی اون اتفاقی که مهندس میگه میفته وقتی که یه آرشیتکت 50 تا کار داره با اینکه مثلا سالی 3 تا کار داره خیلی فرق میکنه. مرحوم زاهدی دیدم بیاری مثلا بده یه تیم مجری ضعیف بعد کارفرما میاد وسطش خودش نظرات خودش رو اعمال بکنه که مشتری آپارتمان نمیاد بگه چون زاها حدیده بیا پول. ولی قبلا تو ایران اینجوری بود، یعنی من همین رو می‌خواستم بگم. مثلا 10 سال پیش میگفتم آقای دلیری اینو طراحی کرده. من میدونی چرا دلیری فقط اسمی که میومد خیلی گفتن یعنی پروژه. حالا شما که فهمیدین ببین خداییش به نظر من با تمام احترام که همه مهندسای معمار قائل هستم، دلیل این که آقای فرزاد دلیری از خیلی شاخص شد فارغ از اینکه حالا نماها توی زمانی اومد که ما ساختمون لوکس تو شمرون ساخته نمیشد، ایشون اومد با خلاقیتی که داشت و فضاهای داخلی واقعا نقشه‌های آقای دلیری واقعا با نقشه‌های دیگه تفاوت زیادی داره. یعنی شما فضای خصوصیش همیشه کامل رعایت شده، جلوی در قشنگ اون حال خصوصیش درست رعایت شده. یعنی شما 90 من اصلا تا امروز نشده از آقای دلیری نقشه ببینم نقشه داخلی و یک دو نقشه‌اش مشکل داشته باشه. نمیاد مثلا سنگ مثلا متری 300 تومانی انتخاب کنه، میاد مثلا سنگ متری 3 میلیونی انتخاب میکنه. اتفاقا این نه من باید موافق نیستم. حالا رو نه البته ایشونو نمیگم ولی من میخوام نظر خودم میگم. ببین ما گفتیم 3 تا آیتم الان، یک اسم آرشیتکت، 2 در واقع متریال زیر ساخت و در واقع هارمونی کار یعنی خروجی ساختمون که این 3 بود. زیبایی. آره اسم آرشیتکت در واقع خروجی کار و آیتم خیلی بیشتره، 3 تا فقط نیست.
یعنی خیلی چیزای دیگه رو میتونید در واقع پروژه خیلی مهمه، یعنی اجرای تمیز. همینو میخوام بگم، میگم خروجی کار خیلی مهم. الان اینو ببین، شما گفتید سنگ متر 3 میلیون، اتفاقا من میگم هنر آرشیتکت و هنر سازنده این نیست که برای گرونترین متریالو یا ایتمش متریال گرون بود، متریال که مثلا واحدی متر 900 فروخته میشه، منظورم اون متریاله. خب نه اتفاقا من همینو میخوام میگم که این که یه آپارتمان اونجوری فروش میره تنها دلیلش این نیست که رفته متریال در واقع گرون قیمت استفاده کرده، لوکیشنش تاثیرگذاره، هارمونی کار تاثیرگذاره، متریال که استفاده کرده. تو خیلی از جای شمرون الان کشش نداره. مثلا چه میدونم تو کوچه بنبستی که ما کار کردیم، من اگه مثلا ویلاری هم باخم میذاشتم بازم همون قیمت میفروختم، KWC هم گذاشتم بازم همون قیمت میفروشم. اونجا دیگه کشش نداره. اون چیزی که ما رو برنده کرد اونجا در واقع اون ایده پردازی بود، هارمونی کار بود، خب ایده پردازی آرشیتکت بود و اجرای خوب و متریال ایرانی متعارف، ایرانی درجه 1. بنابراین ولی کسی الان نیومد بگه آرشیتکت این کیه من بخرم. میدونی چه یعنی صحبت من نکتم یه چیز دیگه بود که از این اسم آقای دلیری که آوردم این بود، میگم تو یه دوره شما تو هر کوچه‌ای که میرفتی یه دونه پروژه بود که اسم ایشون به عنوان آرشیتکت خورده بود. آیا اصلا میتونسته این همه پروژه رو همزمان طراحی بکنه و همش خوب در بیاد؟ شروعش رو قبول دارم، یعنی پروژه اولیه. حالا اسم آوردیم متأسفم، حالا بعد نه اشکال نه، اتفاقا یکی از چیزایی که ما تو این پادکست داریم اسما رو میاریم اینی که با تمام احترامی که به مهندسین قدیم و الان داریم و خب بالاخره تو این صنعت خیلی زحمت کشیدن، پلان هایی که این اون چیزی که مردم میخوان توی زندگی کنن در نهایت، پلان هایی که ایشون طراحی و تیمش، ببین وقت حالا تیمش اومده دیگه، یعنی یه سری آدم ها رو انتخاب کرده به عنوان طراح دفترش، رئیس طراح دفترش، اونها هم سلیقه با خودش بودند و پلان هایی که از دفتر ایشون تولید شد و اومد بیرون شاید خیلی معمار دیگه دوست نداشته باشن، ولی به مذاق کسایی که توی شمرون زندگی یا جاهای دیگه زندگی کردن خوش اومده. یعنی اینکه مردم با پلانایی که داشته حس خوبی داشتن. مثلا اینکه مثلا نمیتونی بگی آقا ماشین بنز خوبه یا BMW. آقا یه سری آدما از آرم بنز خوششون میاد، یه سری یعنی باش احساس راحتی میکنن. واقعا پلانهایی که ایشون داد، پلانایی که تو ساختمون حتی بزرگاش مثلا مثل چناران پارک یا جاهای دیگه 90 چون ببین وقتی شما یه دونه ساختمون با یه مساحت زیادی داری، مثلا 4000 متر 3000 متر زیربنای هر طبقه هست، دادن 15 مدل پلان، همه پلانات تا 90-95% پلانات همه بتونه سلیقه اون مشتریایی که داره میاد اونجا جذب و خوب باشه، خب خیلی سخته. من میگم الان موضوع حالا ایشون از قدیمی‌های این کارم به قول شما موقعی که هیچ کس اصلا هیچ کاری نمی‌کرد، نه ایشون نیاز اون موقعی که هیچ کسی کاری رو معماری نمی‌کرد، ایشون کاری کرد که هم مشتری بها بده هم سازنده بها بده. و داستان اینه که مثل هر آدم دیگه‌ای همه کار خود ما و هر کس دیگه یه پوینت‌های مثبت و منفی و خاکستری داره. یعنی نه لزوما همه ما سفیدیم نه سیاهیم که بخوایم در واقع قضاوت بکنیم. بعد قضاوت هم باید توی زمان خودش بکنیم، یعنی تو اون دور و اون زمان و این داستان. من موضوعی که باز کردم مال امروزه. امروز من چیزی که میبینم اینجوری نیست که الان بری املاک بگه آرشیتکت فلان پروژه فلان کسی مثلا به مشتری بریم ببینیم. مشتری میره میبینه، بعد میپرسه اینو کی طراحی کرده. اول میره کارو میبینه، خروجی کار اونم هنوز هست. نه یه درصد من دارم یکی کارای آقای تقابونی کار خاصه. خب ایشون الان یه برندینگ خیلی خوبی کردن. این یه نفر رو اگه بذاریم کنار، ببین مثلا من اسم میبرم
مثلا آقای محمد مجیدی آرشیتکت درجه 1 معرکه عالی، خب یا خیلی دوستان دیگه، خب مثلا فرض کن اتفاقا تو جلسه قبل صحبت شد بهروز بیات، خب درجه 1 واقعا معرکه است به نظر من، جزء 5 تا اول هر دو تاشون، و دوستان دیگه ای که یکی میتونم الان اسم ببرم. کدوم مشتری آپارتمانی اسم اینا رو میدونه؟ مشتری آپارتمان 4 تا اسم شاید بلد باشه، درسته؟ مثلا اونایی که یکم قدیمی تر بوده، وگرنه الان بری الان تو در املاک تو شمرون وایسی آقای مشتری دنبال کار کدوم ماشین ازش شاید 3 تا اسم بتونه، مشتری خاصی دیگه. خب دیگه منم همینو میگم بنابراین خیلی آرشیتکت‌های درجه 1 ما داریم تو شمرون که ماها که تو بیزنس ساختمانی میشناسیمشون، ولی مشتری آپارتمان نمیشناسه. پس مشتری آپارتمان به اسم نمیخره الان تو شمرون. بله. مشتری آپارتمان میره استثنا رو در نظر خروجی ساختمون میبینه، لوکیشن رو میبینه، اجرا رو میبینه، هارمونی نما رو میبینه، لابی رو میبینه، اکسسوری رو میبینه، متریال مثلا فینیشینگ رو میبینه. به نظر من مهمتر از طراحی پلان، یعنی پلان خوب و نمای خوب، اینه که اون تیم طراح، حالا چه شما چه ما، بالا سر اون کار باشه. این نباشه که مثلا ما نما رو بدیم، پلان رو بدیم، بعد میریم میبینیم مثلا اجرای چیز دیگه اجرا شده یا داخلی همینطور. البته مهندس ببخشید، این نمیتونم بگم این مهمتره یا اون مهمتره، اینا مکمل هم دیگه. بله. پلان خوب و نمای خوب تو رو کاغذ تبدیل به ساختمون خوب نمیشه. مجری خوبم بدون پلان خوب و نمای خوب، بدون ایده خوب ساختمون خوب نمیتونه. من پلان‌هایی دیدم که مثلا زیاد خوب نبودن ولی اجراش انقدر خوب و تمیز بود که مشتری وقتی میرفت تو بیرون نمیومد. یا دکوراسیون داخلی، یعنی چیدمانی که شده توی اون فضا انقدر چیدمان خوبی بود که نقطه ضعف. ولی خب اگه همون کار پلان و نمای خوبی داشت خب موفق‌تر. من مهندس میخوام یه موضوع دیگه رو مطرح کنم، از این بحثه یه ذره به نظرم فاصله بگیریم، راجع به خود توسعه پایدار هم یه ذره صحبت بکنیم و بعد بحثمون رو جمع‌بندی کنیم. الان توسعه پایدار اولا که چرا انقدر داره برنده میشه که یه بخشیشو گفتین، شناخته و پول پارتی، و اینکه چی کار داریم میکنیم، برنامه‌تون چیه و اصلا این دفتر برای چی وجود داره؟ دفتر که تقریبا 40-50 سالی هستش که حرکت داره میکنه رو به سمت جلوه. ما هم تقریبا 20 ساله که با شرکت توسعه پایدار مشغول به کار هستیم و همکاری داریم میکنیم. به نظرم اگه بخوایم پیشرفت کنیم باید اون خلاقیت و نوآوری و تو همه زمینه‌ها مثلا رشد بدیم، مسائل بتونیم مثلا به راحتی حل کنیم، اون دانش فنیمون رو تو زمینه‌های مختلف باید بروز کنیم، چون این خیلی مهمه تو معماری که بتونی اون دانش فنی تو نرم افزارا رو چه. مهندس یه سوالی دارم، ببخشید من اینو میپرسم. من همیشه میگم یک کسب و کاری، یک مثلا محصولی اصلا تولید میشه یه فلسفه‌ای داره. خب اونم که حالا شما میگید این توسعه پایدار چندین ساله که بوده، چرا باید ادامه پیدا کنه این؟ یعنی شما چه خلایی دیدید که دارید حلش میکنید به واسطه شرکتی که وجود آوردید؟ ببین ما سعی کردیم که من چند بارم گفتم تو اون ما آرندی قوی داریم. یعنی اون بخشی که خیلی مهمه بعد از حالا نیروی انسانی آرندیه. اگه شما آرندیتون قوی باشه خیلی میتونین شرکتتون حالا یا اون موضوعتون رو تو بلند مدت نگه دارین. ما عملا چه ساختمون سازی، زمانی که داریم ساختمون سازی میکنیم یا برای آتلیه هامون آرندی خیلی قوی میذاریم و خب براش خیلی وقت میذاریم و سعی میکنم خودم هم توش آپ تو دیت باشم. اینکه خیلی کار سختیه. مثلا من هفته 2 تا 3 شب از ساعت 7 تا 10 شب تا 11 شب بعضا کتابای مختلف میخونم، حالا یا کتابای عمرانی میخونم یا کتابای معماری. حتی این چند وقته ما قرارمون این بودش که یک روز در هفته
بذاریم و مسابقات معماری رو بشینیم، مسابقات مثلا تو مسابقات معمارای ایران یا مسابقات معماری خوب رو بشینیم یا بحث چالش کنیم. مهندسان یه کاری کردن که وقت نمی‌کنیم. ولی قرار بود یه روزم تو هفته رویت یاد بگیریم مثلا بچه‌ها کلاس بذاریم. و خب الان مثلا امروز که داریم باهاتون صحبت می‌کنیم ما یه قسمت آیتی به وجود آوردیم که داریم یه سری کارهای جدیدی توی عمران میکنیم که چون آتلیه معماری به نظر من آتلیه خوبی شده، حالا جایزه خیلی داره پشت سر هم دیگه، حالا به واسطه یه شرکت تو ترد یا پروژه دیگه جایزه میگیره و خب رشد خوبی داره با کمک واقعا تمام زحمتاش با آقای مهندسه. و خب یه کاری که ما کردیم توی این 20 سال حالا که من خدمت آقای مهندس هستم، ما اومدیم برای هر قسمت جداگونه یه مدیر گذاشتیم، برای قسمت معماری، قسمت نظارت و قسمت سازه و سعی کردیم که سرمایه‌گذاری خوبی رو بچه‌ها بکنیم، خودشون هم رشد پیدا کنن و الان هر کدوم زیر مجموعه دار شدن. مثلا کل آتلیه معماریمون رو آقای مهندس اداره میکنن و خب تصمیم گیرنده اولی و نهاییشون هم من فقط یه سری کمک‌های مدیریتی میکنم بهشون. تیمتون هم خیلی، حالا اینم نکته من به خیلی از شرکت کننده‌ها میگم تیم توسعه پایدار مخصوصا تو دفاعی‌ها تیمیه که همدیگر رو کاور میکنه. یعنی یه نفر مثلا مهندس از یک زاویه‌ای به قضیه نگاه کنه، آقای مهندس راد از یه دید دیگه و پرزنتیشنش خیلی خوبیه. ولی خیلی وقتا معمارای دیگری میبینیم میان تو جلسات میبینیم که اینا به جای اینکه همدیگه رو کاور کنن همدیگه رو تصحیح میکنن. یعنی حالا فرض کنید طرف یه اشتباهی کرده تو صحبتاش، یه چیزی اشتباه گفته، یه دفعه میبینیم اون بغل است. این نشون میده که انسجام بین این تیمه نیست. تو تصمیم گیری هم بعداً با این تیم به مشکل خواهند خورد. یه کاری که تو این معماری مهمه کار تیمی و گروهیه دیگه که اگه نباشه به نظر من کار درست پیش نمیره. اینو چجوری درست کردی؟ یعنی انقدر تعادل بین اصول شرکتمون از روز اول این بودش که تیم ورکینگ توش خیلی مهم بود و هیچ وقت هیچ کس حتی اسم من به عنوان اینکه بگم شرکت حتی جسارت نباشه به جای مظاهرین و همکاران نیست. ما همه زیر نام توسعه پایدار، یعنی هزاره سوم و توسعه پایدار، یعنی توی این هولدینگ داریم کار میکنیم. این خودش کمک میکنه که بچه‌ها توش رشد پیدا کنن. ما الان مثلا نسل دوم شرکتمون که میشه نسل سوم دیگه، حالا مثلا فرزند من، فرزند نفر دوم، ما رو اینا داریم الان شروع کردیم سرمایه گذاری کردن و هدفمند که اونها باید مثلا درس بخونن. آره مثلا خب بچه ها میان اینجا، من همونجوری که پدرم با من خیلی تو جلسات مختلف میورد و با چالش مختلف آشنا میکرد، من دارم با پسر نفر دوم شرکتمون این کار میکنم، جای مختلف میبرم شرکت تو جلسات شرکت میکنم، چون به نظر من اگه میخواد یه شرکت نسل‌های بعدیش هم بتونه ادامه پیدا کنه، مثلا شرکت بشه 100 ساله، باید اون نسل‌های مختلفش سرمایه گذاری کنه و ما این کار کردیم. و مهمترین موضوعی که بچه‌هایی که تو شرکت هستن برای آموزش ما تشویق میکنیم. مثلا میگن کلاس‌های مختلفه نصفشو خود شرکت میده. اگه شما یه چیز جدیدی یاد بگیرید ما یه سری جایزه‌های خاص براتون میذاریم. مثلا خب ما خواستیم رویت رو بیاریم تو سیستم، تقریبا هم تا 70% تونستیم این کار انجام بدیم. یا مثلا جدیدترین نرم افزارها، مثلا اتوکد جدیدش میاد تو سیستم. یه چیزی بگم مسئول، الان صحبت رفت تو تداوم کار و ما سوال که رسول پرسید، من فکر کنم موفقیتاتون تا الان بود. موفقیت هم که ما تیممون گروهیه. شما توی مسابقات فکر می‌کنم معمولاً 60-70% احتمالاً 1 تا 3 میشید. آره به خاطر اینکه ببین ما اولا اینکه من یه چیزی ببخشید تو همه مسابقات که دوستان نیستن، ما تو مسابقاتی چه درصد مسابقات هستید تو اون 30% شانس اول تا سوم شدن. آره شانس که شانسی نیست، قطعا کار فنیه، ولی احتمالی که مثلا یه وقتایی توی شما توی مسابقه میاد، من احتمالی که میدم اینه که 50-60% شما
کاراتون توانمند بوده، کار قابلی بوده، یه هولی هم میدیم دیگه میره رو 78. نه ببین ما رو بررسی که انجام میدیم پدر ما رو در آوردن انگار گفتن این تو تیمایی که اول میشن ما قبل از این که آره یالا ببخشید ممکن بعضی تیکه صحبت ما رو ببینن. اون که بخواد حرف در میاره هر کاری بکنی اتفاقا اینو میخوام بگم. حالا ما هاشتگ‌های زیادی داریم رو سایتمون که یه بار اومدن تو ترتیب دفعه اول شدن. آقای محمد حسین عزیزی ما هم شد دفعه اولی که اومدیم اول شد. دقیقاً آقای شیروانی میکا بود. آقای باورم حسن زاده، میلاد حسن زاده اگه اشتباه نکنم تو مسابقه ویلون مزرعه. حالا این ستایی که حضور ذهن دارم مثلا پروژه اینا هم سردر و اینو گذاشته بود پروژه ها تو مسابقه عمومیای جدیدمون. حالا تو چون تو مسابقه عمومیای جدیدمون اکثرا قدیمیامون میان تو محدودا، ولی الان حداقل من میتونم 3 تا رو که یادم بود حداقل میتونم 20-30 نفر نام ببرم که دفعه اول اومدن تو ترتیب و دفعه اولم برنده شدن. ما اصلا آمار دادیم تو اون همایش که شما بودین نزدیک الان در واقع حدود 300 و فکر کنم 20 تا آرشیتکت یا تیم چیز داریم مستقل داریم که 1 تا 3 شدن در ترتیب، یعنی یونیک 320 نفر اول تا سوم. آره از ما پول گرفتن. خیلی جالبه وقتی شما این یه سری صحبت‌ها می‌کنید برای ما هم، یعنی خود منم که فکر می‌کنم این ما تو کل مسابقاتی که شما اومدین فکر کنم تو یه دونه محدود فقط ما رو انتخاب نکردن، یعنی تو هر چی محدود اومدی ما رو انتخاب کردن به عنوان شرکت کننده. خب کارا رو می‌بینیم. و دومین موضوعی که فکر کنم 75% از مسابقاتی که ما شرکت کردیم، ببین مثلا اگه 35 تا باشه 33 تاش اومدیم فینال و از این 33 تا فکر کنم 70% یکم دوم سوم شد. دلیل اصلیش اینه که ما قبل از اینکه می‌خوایم مسابقه شرکت کنیم یه تیم بچه‌ها خودشون اول با هم دیگه به این نتیجه میرسن که آیا ما قابلیت شرکت در این مسابقه رو داریم یا نداریم. این خیلی مهمه. چون قابلیت از این نظر که یعنی چی؟ یعنی به صرفه هست؟ نه اصلا پتانسیلش. ببین ما هیچ وقت اینجا یک دلایلی که ما هم تونستیم 50 سال بمونیم اصلا مسائل مالی مورد دوم سوم بوده. محمد کاملا در جریان. من اصلا آدمه، یعنی تیم ما اصلا تیم اقتصادی نیست، یعنی ما همیشه پول برای ما مسئله دوم سوم، اولویت اول اصلا نبوده تا امروز. برای همین ما تونستیم این همه سال بمونیم. اون حس رقابت و حس دوست داشتن که یه کار خوب بکنیم و اون پشنی که حالا روی موضوع داره برای ما خیلی مهمه. ما اول باید به نتیجه برسیم تو سیستم خودمون، یعنی همه بچه‌ها خیلی دموکراسیه اینجا، یعنی که آیا مسابقه‌ای که دوست داریم شرکت کنیم. خب این معیارش چیه که دوست دارید؟ یعنی چرا تو بعضی شرکت می‌کنی تو بعضی نمی‌کنی؟ آره. ملاکتون چیه؟ پارامتراش خیلی متفاوت شده الان اون چیزی که حالا امروز که داریم صادقانه باهاتون صحبت می‌کنیم، ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا امروز پارامترهای ما هم عوض شده. منتور برای ما خیلی مهمه. ما اگه وقتی ببینیم منتورش با سلیقه متفاوت باشه واقعا شرکت نمی‌کنیم. یعنی ترجیحمون اینه که مسابقه دیگه رو شرکت کنیم، چون نه که حالا یعنی ما مخلص همه منتورها هستیم، احترام هاشون قائل هستیم، ولی حس میکنم که چالشایی که بین، یعنی اون سلیقه‌شو چون میدونین، خب بالاخره شرکت ما یه درسته که کار خیلی متفاوتی داره، یعنی شما هر کار ما رو ببینید با کار دیگهش خیلی تفاوت داره، ولی حسم اینه که بالاخره توش ما یعنی یه چیز مشترک توی همه اینا داریم تو کارام، چون بخاطر همین هم هست، چون ما سلیقه کسایی که تو شهرمون دارن ساختمون سازی میکنن و تقریبا میدونیم بعد از این همه کار. برای همین ترجیحمون اینه که چون منتور بالاخره یه رأی داره توی اونجا و بالاخره رو کارفرما تاثیرگذار میکنه، اون نقطه نظرش اگر از نقطه نظر ما زاویه‌اش خیلی تفاوت بکنه ترجیح میدیم نیایم، چون واقعا پس یه عامل منتور الان خود پروژه چی؟ خود پروژه ایشون خب واقعا
پلاناشو، هر پلانی رو میتونه، یعنی اصلا براش چیزی نداره، یعنی هر نقشه‌ای باشه انجام میده. ولی بچه هایی که دارن نما میذارن رو پروژه و ایده میوزن، مثلا خیلی کم پروژه میاد من مثلا الان دیگه وقت بکنم بیام بشینم ایده هاشو مثلا با بچه ها چک کنم. من همیشه هفته آخر فقط میام که به قول بچه ها من میام فقط یه خط چشم عوض کنم، یه کوچولو تغییرات بدم که یه کمی چشم نوازتر بشه. ولی خب اصل کار رو بچه ها دارن انجام میدن، خودشون باید به نتیجه میرسند. الان یه تیم 3 تا 4 نفره داریم که اونها بر اساس شاخصهای مختلفی که خودشون در نظر دارن و تعداد کاری که دارن به نتیجه میرسن که آیا توی مسابقه شرکت کنن یا نه. ولی صادقانه اینه که یکی از چیزایی که انگیزه برای بچهای ما به وجود میاره امتیاز مسابقه است که جدیداً گذاشتین، و دوم این که خب شاید مسئله مالی هم امروز که داریم صحبت میکنیم مهم. آره مثلا نمیشه گفت لوکیشن پروژه مهم نیست، ولی که میخواد بسازه نسازه فاز 2 داره، اینا چی؟ خب مشخص نمی‌کنیم. زمان مسابقه هم مهمه. آفرین. زمان چی بود؟ بعضی مثلا کم، مثلا 1 ماه وقت میدن، 20 روز 1 ماه زمانش. مثلا ممکنه که ما یه پروژه یا یه پروژه‌ای تو دفتر خودمون داشته باشیم نتونیم شرکت کنیم. اینم کارهای جدیدمون که قرار فاز 2 میبندیم هم مبلغش جذاب‌تر میشه، همین که خب اون پروژه اجرایی میشه، میتونه مثلا به رزومه خوبتون اضافه بکنین. مشکل رزومهشون که خوب هست ولی رزومه خوب اتفاقا من همینو نداره. من دقیقاً من الان ساختمون که سال 91 ساختم و دیگه نمیشه نشون به هیچ مشتری نشون نمیدم، چون سال 91 یه چیز خیلی خوب بوده. الان سلیقه بازار کلا عوض شده. الان محمد من با تو یه کوچولو زاویه، یعنی یه کوچولو زاویه دیدم فرق میکنه. دوباره بعد برگردیم به یه سری آرشیتکتا. ببین پروژه خوب پروژه‌ای که تو همه زمانا خوب باشه، یعنی اینی که آدم برگرده و نتونه پروژه‌شو به عنوان پرزنت کنه. به نظر من کاری که مال 10 سال پیشه خاک گرفته از یکی اومده بالکنشو بسته، نمیدونم اومدن یه تغییرات مشتری آپارتمان یا کسی که میخواد با من مشارکت کنه که مثل من و تو زاویه دیدش نیم، اون میاد میبینه یا میگه خوشم و خوشگله یا میگه خوشگل نیست. من باهات موافقم. وقتی یه آدم حرفه‌ای رو میخوای ببری رزومتو نشون بدی که از ساختمون سر در میاره، با کار 20 سال پیش هم نشون میدیم من 20 سال پیش این کار کردم. ولی اون آدمی که مثلا طلا فروش پارچه فروش اصلا بیزنس ساختمون سر در نمیاره و یه چیز خوشگل نشونش بده. حالا امیدوارم این حرفی که میزنم دردسر برای من درست نکنه. شما خیابان عمار رو که میایین بالا سمت چپتون، خب 1-2 تا ویلای خیلی باغ و ویلا سمت چپتون. خیلی اتفاقی من امروز ماشین رو یکم جلوتر پارک کردم، از اونجا اومدم، یکی از بانک ها اومده و بلندترین ساختمون شمرون رو اونجا جواز گرفته تو یکی از اون باغای اونجا. خب ملغا شده. آره میدونی چرا ملغا شد؟ به خاطر آرشیتکتشو، به خاطر ببین این ساختمون قبل از انقلاب ساخته شده، زمان پهلوی هم ساخته شده. سفارت ایتالیا برای معمارش انقدر ارزش قائل بوده که گفته آقا این معمار برجسته‌ترین معمار دوران معاصر ماست، به گردشگری ایران نامه داده و گفته که این بنای تاریخیه، مثل یه گنجه. معمارش ایتالیایی بوده. آره، و اگر این خراب بشه در واقع شما یه گنج رو از دست دادید. ببین و صادقانه بهتون میگم من برای اولین بار و ساختمونی که اومده با بلندترینه دیگه. آخه یه چیزی نه یه ببین شما تو همون اشل مقایسه کن. ببین اون زمینش 11,000 متر 15,000 متر تاپ لوکیشن شمرونه. خب اینو با یه زمین 500 متری مقایسه نکن که الان مثلا شما آرشیتکتی یا یه تیم اجراییشی که یارو 1 متر مربعش هم روش حساب کرده سازنده میخواد بفروشه.
باهات موافقم، تو همون اشل باید صحبت کنیم. ببین من مثلا ما خودمون خیلی وقتا به واسطه حالا این سالی که این جای مختلف رفتیم، خونه هایی رفتیم که مثلا تخریب خواستیم بکنیم و بسازیم. واقعا من خودم نه که بگم مجبوری به خاطر حالا موضوعات خودم کردم، ولی صادقانه بهت بگم انقدر این خونه ها قشنگ بود و زیبا بود، آدم یعنی میگفتش که کاش که یه سفارت ایتالیایی وجود داشت و از معماراش دفاع میکرد که نمیذاشت که این خونه های به این قشنگی، واقعا اینا گنجینه های یه مملکت دیگه. و واقعا حالا میخوام بگم یکی از موضوعات مهم معماری اینه که آرشیتکت هایی که دارن کارشون، حالا اصلا فرق نداره چه آرشیتکت معروف چه آرشیتکت تازه به کار، باید یه جوری طراحی کنن که انگاری که یه مجسمه داره طراحی میکنه و ارزش قائل بشه. یه چیزی میتونم باید موافق نباشم. آره من یه چیزی میخوام بگم. ببین ما یه صحبت آرمانگرایانه داریم که میتونیم الان بشینیم خیلی موضوعات رو به صورت آرمانی مطرح کنیم. یه بحثم کف بازار و واقعیت موجود بازار رو داریم. ببین یه پروژه‌ای که الان میخواد مثلا توش امروز ساخته باشه، عموما مشارکت در ساخته. این مشارکت در ساخته 60% یا مالکیه که اصلا هیچ از ساختمون سر در نمیاره. یهو میاد میگه من نمیدونم دوست دارم چه میدونم رنگ صورتی تو نمام باشه، رأی داره، رأیش هم بله درسته. یه سازنده‌ای که تو این اوضاع خراب اقتصادی که خودت هم کار میکنی، معمولاً از اون 40% سهمش نصف پولش تو جیبش باشه خیلی خوبه، نصف پولش تو جیبش نصفش هم نیست. خب تو طول کار باید پیش فروش بکنه. رکود بازار رو داریم، بحث تغییرات ضوابط و مقررات شهرداری رو داریم، سازمان آتش‌نشانی رو داریم و خیلی مباحث دیگه. بنابراین اون چیزی که شما میگی توی مثلا یک جای آرمانگرایانه من کاملا باید موافقم. یه دونه ویلا داریم تو زمین 1000 متری 300-400 متر سطح اشغالش رو دوبلکس میخواد بسازه. آره منم میگم آقا یه چیزی بساز که واقعا مثلا 50 سال دیگه 100 سال دیگه بهش ببالیم. ولی اون چیزی که میره یه پروژه اقتصادی میشه، مثلا من یکی بشمرم 100 تا پارامتر توش تاثیر گذاره، اون چیزی که تو میگی آرمان میگم به سمتش باید بریم ولی لزوما شدنی نیست. ببین من شما میگین چرا توسعه پایدار موفق بوده، دارم بهت میگم. یکی از منتورایی که من براش خیلی احترام قائلم آقای دکتر کوروش فتحیه. خیلی فازش و دیدگاهش به من نزدیکه. ببین میگه که هر پروژه‌ای که شروع می‌کنی فارغ از اینکه تمام حرفایی که جناب عالی زدی کاملا درسته، میگه باید توی هر پروژه سعی کنین یه خلاقیت به وجود بیارین تا اون پروژه براتون یونیک بشه. ما اون موقعی که یعنی تو ساختمون‌هایی که ساختیم و حالا سعی کردیم تو ساختمون‌هایی که مقام بیاریم، هر پروژه رو به بهترین نحو ممکنه اون چیزی که تو دستمون بود و واقعا توان فنی و اجراییم بود انجام دادیم. توی آخرین پروژه‌ای که انجام دادیم یکی مونده به آخرش، ما اومدیم سال 93 من 6 تا رفتم زیر زمین توی زمین 700 متری. همه اومدن، حتی شریکان، هیئت مدیره شرکت، همه از من انتقاد کردن که آقا تو زمین 700 متر اصلا موقع مد نبود که تو 6 طبقه بری زیر زمین. ما 5 طبقه رفتیم زیر زمین. امروز که دارم باهات صحبت میکنم گرونترین واحد 93 ما شروع کردیم، 97 تمامش کردیم. یکی از که ما تنها پروژه بودش که زمان گرفت، به خاطر اینکه موقع این تکنولوژی الان نبودش که بابت تخریب و گود برای تو زمین به این کوچیکی. چیزی که ما رو تو اون پروژه موفق کرد و امروز در بهره بردارها دارن گرونترین اجاره شمال شرق نه یعنی زمان اوزگل و سوهانک و ارتشینان میگیرن، فقط به خاطر یک طراحی خاصش بود. نه آرشیتکت معروفی داشت، شرکت خودمون طراحی کرد و فقط به خاطر نقشه
متریال خوب و دوم اینکه ما تعداد پارکینگ زیادی که گذاشتیم اونجاست. البته آرشیتکتش خاص بود. واقعا کار به ما 3 سال، ما واقعا بهت میگم 3 سال کدوم پروژه مدرن پلازای ما مدرن پلازا صادقانه بهت بگم 3 سال نماش طول کشید. 3 سال، یعنی ما بالای 280 تا یا 190 تا نما رو، ما یکی از بچه‌هامون که الانم خدا رو شکر یکی از آرشیتکت‌های خوب شماست بهش میگفتیم محمد اسکچاپ کی حالا این بالای 100 تا اسکچاپ که من نمی‌دونستم ولی توی یکی از مسابقات همزمان واسه افتخار ما آره که از دفتر شما اومدن 100 تا اسکچاپ زد، یعنی هر مدل می‌رفتم پدش می‌شستم خب اینم بزنیم تا یه روز جمعه همه رو دیگه جمع کردیم، گفتم دیگه امروز ما می‌خوایم جمع جور کنیم. من یه جمعنی داشتم اتفاقا ما حرفمون یکیه. چون من میگم افق دور رو ببین ولی رو زمین جلو پاتم ببین حرکت کن. یه نکته من بگم محمد، یه نکته من اینجا بگم راجع به همین زمینی که حالا اسم آوردی. خب این یه زمانی فروخته شده، یکی اومده خریده جوازی گرفته و حالا به یه امیدی دیگه. کدوم یکی؟ همین عمار. خب بدبخت نشد اون کسی که الان اینو ملکو خرید؟ ببین چون یه ملک خیلی بزرگه، اگه میراث فرهنگی شده باشه ما میدونیم که میراث پولی بابتش نمیده که بیا منو اینو به قیمت روز ازت میخرم، یعنی اون الان شاید 1/10 قیمتش صادقانه دیگه ترجیح میدم در خصوص این مسئله زیاد صحبت نکنیم چون اصلا مسائل دیگه‌ای وجود داره ولی موضوع اجتماعی میشه آره یه بحث دیگه است. ولی خب ببین یه جامعه، حالا من میتونم پاریس رو مثال بزنم. خب پاریسی شهریه که اصلا چرا پاریس؟ اصفهان، خیلی دور نریم. شما میدونید ساخت و ساز توی اصفهان تو خود حالا اصطلاحاً داونتاون میگن دیگه، بافت اصل شهر ممنوع. چرا همچنین؟ آیا اصفهان حالا باید بگیم شهر مرده ایه؟ آیا اصفهان شهری که دیگه هیچ اتفاقی توش نمیافته ولی به واسطه یه دوران خیلی درخشانی که توش بوده و یه سری کارهای فوق‌العاده‌ای که توش انجام شده تونسته شخص شاخص بشه، یعنی یه شاخص مثلا فکر کنم جزء 10 شهر برتر دنیاست، درآمدزایی و جذب توریست میشه. من اونو قبول دارم. یعنی اون چیز خوبیه توی یه دوره از اول شروع کردن نذاشتن. ببین منی که ملکی که میخرم میراث فرهنگی نیست یا مشکلی از نظر ساخت و ساز نداره، بعد که میرم در واقع بخوام کار کنم یه دفعه میگن نه شما در واقع حقوق فردی اون آدمو زیر سوال بردید دیگه. من فکر می‌کنم این موضوع دیگه است، اصلا بحث ساختاری و بحث نهادی، یعنی به موضوعی که میره توی در واقع نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌ها و نه سیاسی نمیشه. بحثیه که اصلا مثلا ما نظر پرداز کنیم، مثلا یه فلسفه بافی بکنیم که مثلا، ولی واقعیتش اینه که من امیدوارم و مطمئن هستم این کاری که ترت و ترت شروع کرده به یه جا میرسه که بگن برند ترت و ترت رو این کاره و این خودش باعث میشه که اون ساختمون ارزشش بیشتر بشه. چون واقعیتش اینه که کارهایی که فارغ از اینکه ما شرکت میکنیم و نمیکنیم، یه جامعه آماری باید ببینیم. نماهایی که داره میاد و به عنوان نمای اول انتخاب میشه و پلان‌هایی که داره انتخاب میشه واقعا پلان‌ها و نمایی که برای ساختمون ارزش افزوده خوبی داره تولید میکنه. حالا هوشمندی خود اون مالک اونجا هستش که اومده با قیمت مناسبتر نسبت به حالا شرکت مهندسی این کار رو انجام داده و من مطمئن هستم که در آینده اگر سیاست گذاری شما هم درست باشه و بتونید این فقط از ماجرای نما و پلان که داریم درست می‌بینیم جلو بریم اونجا که و مالک ها هم به اینجا برسن که این توسط حالا تیم هایی که فاز 2 و فاز 3 میکنند اجرا بشه. من مطمئن هستم که اصلا ببین اتفاقا
فاز 1 ما داریم میدیم دیگه. فاز 1 خوب که ساختمون خوب نمیشه، فاز 2 خوبم بدی ساختمون خوب نمیشه، دوباره فاز 3 هم هست. بله اونم ادامهش. به غیر از فاز 3 مجری خوبم هست. خب و حالا در کنار همه اینا سرمایه‌گذاری که به این تیمای خوب بها بدم هست، یعنی همه اینا باید با هم جمع بشه. حالا کاری که طرفدار میتونه بکنه الان فاز 1 خوب داره میده، یه سیستم و روال میشینه که فاز 2 و نظارت عالیه آرشیتکت هم بده. اگه بتونیم یه سیستم باز اجرا بکنیم که در کنارش مدیر پروژه های قوی هم معرفی بکنیم کنارش، حالا یه کارفرمایی که برای اون آرمانی که تو میگی اون تو ذهنش، چون اون تو ذهن هممون باشه، حرفت درسته، تو ذهنمون باشه، ولی با واقعیت موجود بازار و تکنولوژی ساختمون و هزار ضوابطمون هزار یک جور دیگه ترکیب اینا رو خوب در بیاریم. من برای این گفتم که حالا دیگه فکر کنم زودتر جمع جور کنیم، حوصله بقیه هم سر نره. ببین تر الان خوب داره میره جلو، هم شما دارین انرژی زیادی میذارین، ما هم به واسطه شما داریم انرژی زیادی روی این موضوع میذاریم. فرق اینه که نه به نظر من بیزینسش برای شما میصرفه نه بیزینسش برای ما. اون چیزی که برای ما و برای شما مهم بوده و هست به نظرم اون اتفاق خوبیه که در آینده قرار بیفته. یه سری الان من میبینم مالکای جدیدی که دارن میان تو تر بسیار آدمای حساس و بسیار دوست دارن کار خوب انجام بدن. در نهایت دوست دارم که برند تر به اینجا برسه که دارین شما امروز میبینید دیولپ پیدا کنه که آقا اگر آقای مالک حساس تو که داری آوردی اینجا و داری جداگونه با 6 تا آرشیتکت جداگونه جلسه گذاشتی و میخوای ازشون یه سری المانا بگی تا بهترین آرشیتکت رو انتخاب کنی، تو باید فاز 2 و فاز 3 قوی داشته باشی و نباید طرحو ازش جدا بشی. باید سازی ماست دیگه، یعنی ما به عنوان یک استارتاپ خیلی جاها داریم فرهنگ سازی میکنیم و به نظر من نظارت داشته باشیم. و به نظر من حالا من از تمام همکارا و شرکت‌های که تو تر دارن شرکت میکنن خواهش میکنم که سعی کنن روابط اخلاق و حتما در نظر بگیرم. ببین شاید یه پروژه بیان اول بشن و برن با کارفرما جداگونه قرارداد ببندن و کارشون بره جلو، ولی وقتی که ما اومدیم با تر داریم میایم و داریم تو سیستم تر کار میکنیم، باید هم تر یه پالیسی درست کنه و ما هم با پالیسی اون اعتقاد داشته باشیم و در نهایت هم تر قوی میشه. قدرت تر باعث میشه که شرکت‌ها و آتلیه هم که دارن باش کار میکنن قوی تر میشه و در نهایت اون محصول که تولید تر و فکر آرشیتکت و اون مالکی که اومده اون بهترین نحو انجام میشه. من چکیده صحبتتو من میگم تو الان زمان امروز ماها داریم یه بهایی میدیم، خب شما تیمای شرکت کنندم دارید یه بهایی میدید. حالا گفتم یه در واقع انتقاداتی که بودن این بهاره رو باید بدهیم برای آینده درخشان، برای بزرگ کردن این بازار، برای شناسوندن معماری به مردم، برای آشتی دادن مردم با معمارها، چون این قضیه وجود نداره. اون آماری که خودمون دادیم 5% پروژه‌ها تو کل کشور تازه فاز 1 رو میدن دست آرشیتکت‌ها، چه برسه به فاز 2 من فقط یه خواهش به عنوان آخرین صحبت من حالا شما صحبت می‌کنید ازتون خواهش می‌کنم که حالا یه تغییر رویه مثبت بدین. مسابقاتی که دارین شرکت میکنید تر اول مال مالک، هیچ صحبتی نداره، با هر سلیقه‌ای با هر تفکری که داره خودش انتخاب میکنه و مشکل نداره. ولی وقتی شما منتور میذارین ازتون خواهش میکنم که به منتورها ارزش قائل بشه و طرح دوم و سوم و حالا تغییر شده که جدیدن دیدم گذاشتین و منتورها انتخاب بکنن و منتور دلیل این که داره طرح دوم چون یادم یه مسابقه دیدم شاخص گذاشته بودیم همینا تیک میزدن و یه نمره داشت و خواهشم اینه که این موضوع حتما عنوان موضوع مهم در نظر بگیرید، چون
به نظر من خب تر اول مالک فرمی، ولی دوم سوم حتما یه دسته دلایل فنی، شاید اصلا طرح دوم و سوم امتیازدهیش از طرح اول بیشتر باشه، ولی خب مهم نیست، اونو مالک انتخاب کرده. ولی از نظر فنی و از نظر بصری، از نظر یه آدمی که کلا صبح تا شب توی صنعت ساختمون هستش و تو صنعت معماری هست، خب برای تیم‌های طراح حرفه‌ای که دارن شرکت می‌کنن مهمه. پیشنهاد خوبیه مهندس. فقط ما یه چالشی که با معمارها داشتیم این بوده که تو تصمیم گیری ها، چون شاید آدمای خلاقی هستن، همیشه میان ساختار رو به هم میریزن. خب توی یه منتورا آره کلا آرشیتکت‌ها منتورن دیگه، منتورامون آرشیتکتن. مثلا یه دفعه میان میگن خب 2 نفر رو سوم کن. خب نمیتونیم چه مشکلی؟ ما از اول اینو نگفتیم، میدونیم ما با یه وعده ای اومدیم یه مسابقه گذاشتیم، حالا اگه بخوایم 2 تا سوم کنیم یکیشون میگه آقا من قرار بوده سوم شم، اینو الکی اضافه کردن. خب میتونه همین تشکیل شده بشه سوم نشه. من نظرم اینه که گفتگو اگه میشه ببندیم. آره چون من راجع به این حالا جای حرف زیاده، جای صحبت زیاده، منم اتفاقا پیشنهاداتی دارم. ببندیم بالا خواستیم. خیلی ممنونیم از اینکه این بحث رو گذاشتین و دم شما گرم. من از شما